سلام دوستان، خوش اومد به کانال خودتون. تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با کریستیانو رونالدو دو سانتوس آوورو آشنا بشیم. قبل از که بریم دایکوستا بیاتون نره. او متولد 5 فوریه 85 در مادریا، پرتغال، جزیره کوچکی در سواحل غربی این کشوره. کوچکترین فرزند خانواده‌شه. نام او از رونالدگان یکی از بازیگران مورد علاقه پدرشه. در مرحله فقیرنشین به دنیا آمده. رونالدو از طریق پدرش به عنوان مدیر تجهیزات در یک باشگاه پسرانه کار میکرد، با فوتبال آشنا شد. پس از حضور در ناسیونال دالیها مادریا در سال 2001 با اسپورتینگ پرتغال قرارداد امضا کرد. زمان شروع حرفه کریس رونالدو منچستر یونایتد در سال 2001، زمانی که رونالدو تنها 16 سال داشت، 20 از 12 میلیون پوند برای جذب او داد. رونالدو با عملکرد مسحور کننده حریفانش را با حرکات پا مهارت خود شگفت زده کرد. او در فینال جام حذفی 2004 گل خود را نشان داد و 3 گل اول تیم را به ثمر رساند و به آنها کمک کرد تا قهرمانی را به دست بیارند. در سال 2007 رونالدو قراردادی 5 ساله به مبلغ 1 میلیون پوند امضا کرد. یک سال بعد هم رونالدو دوباره دستمزد بالای خود را توجیه کرد که یکی از بهترین فوتبال تاریخ باشگاه را گردآوری کرده بود و رکوردی را برای گل‌های زده 42 ثبت کرده. جایزه بهترین بازیکن سال فیفا را در سال 2008 به دست آورد. او به منچستر یونایتد کمک کرد تا به عنوان قهرمان لیگ برتر برسه. 2019 رئال مادرید با پرداخت 131 میلیون دلار به منچستر یونایتد برای سانچه خرید رونالدو موافقت کرد. در دسامبر 2018 او 4مین جایزه توپ طلایی خود را به عنوان بهترین بازیکن سال با شکست دادن لیو مسی از بارسلونا به دست آورد. بردهای رونالدو در سال 2000 شامل قهرمانی اروپا، لیگ قهرمانان و جام جهانی باشگاه‌ها به علاوه جایزه فردی از سوی یوفا و مجله فرانس فوتبال بوده. سال بعد او 5مین توپ طلایی را به دست آورد با رقیب گرینیاک مسی برابری کنه. رونالدو در ژوئن 2018 یوونتوس به مبلغ 140 میلیون دلار قرارداد بست. او در یوونتوس در 14 بازی اول خود 10 بار گلزنی کرد و تکل در پیروزی مقابل میلان را برای قهرمانی سوپرکاپ ایتالیا به خانه زد. پس از اینکه تیمش را به 8مین قهرمانی متوالی سری آ رساند، در می 2019 به عنوان MVP لیگ انتخاب شد. در 27 آگوست 2021 اعلام شد که رونالدو به منچستر یونایتد باز می‌گرده که شده در تیم ملی پرتغال. در 10 جولای 2016 رونالدو یک پیروزی را به مجموعه خود اضافه کرد. او به عنوان کاپیتان تیم ملی خود پرتغال را به فینال قهرمانی اروپا مقابل فرانسه رساند. هرچه او پس از آسیب دیدگی زانو در دقیقه 25 از میدان دور شد، پرتغال با نتیجه 1-0 قهرمانی به دست آورد. اولین جام بین‌المللی آنها. هم‌تیمی‌های رونالدو میگن که او به عنوان کاپیتان تیم از کنار زمین به آنها انگیزه زیادی میداد. رونالدو شروع فوق‌العاده‌ای در جام جهانی 2018 داشت. از ابتدای مقابل اسپانیا 3 گل به ثمر رساند و سپس یک بازی دیگر مقابل مراکش اضافه کرد تا با 85مین گل ملی خود رکوردی در اروپا به ثبت برسد. با این او در باخت 2-1 مقابل اوروگوئه در مرحله حذفی بدون گل ماند. بچه‌ها مرسی که همراهمون بودید. لایک و فراموش نشه کامنت هم بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.